در دوره سفر کره به ناحیه‌های منطقه رشت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در محله پنجم شهرک دربند ناحیه نورآباد مرکز سودا و خدمترسانی به نام ابوبکر را در وضعیت تنتنوی مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور از جانب صاحبکار محلی مرتضی امانوف بنیاد کرده شده از 3 آشیانه و تاخانه عبارت میباشد. اثنای شناسایی به پرزیدنت مملکت اطلاع دادند که در این مرکز خدمترسانی همچنین سرتراشخانه، کاشانه حسن و داروخانه تأسیس داده شده است. با افتتاح آن در برابر تامین 11 نفر از ساکنین ناحیه با جای کار دائمی همزمان امکان فراهم گردید که اهالی مواد مورد نیاز اول را از این مرکز خدمترسانی خریداری نمایند. طبق نقشه در تاخانه این مرکز خدمترسانی آینده فروش مسائل ساختمانی نیز به راه مانده می شود. در آشیانه سیوم باشد مرکز خدمترسانی و مهمانخانه در نظر است. بنیاد مرکز سودا و خدمترسانی در محله پنجم شهرک دربند ناحیه نورآباد سال 2015 آغاز گردیده در رفت کارهای ساختمانی آن 10 نفر از ساکنان محلی با جای کاری موقتی و معاش خوب تامین گردیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تشبث وطندوستانه صاحبکاری محلی بهای بلند داده برای انجام دادن چنین اقدامهای سازنده به خاطر سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کردند. در نوبت خود صاحبکار مرتضی امانوف ابراز داشت که در دوره دستگیری‌های همیشگی رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت نسبت به صاحبکاران وطنی کوشش بران می‌نماید که آینده نیز در پیشرفت و آبادی این گوشه تاجیکستان صاحب استقلال و فراهم ساختن جای‌های نوی کاری سهمگذار باشد. بنای مرکز سودا و خدمترسانی با صنعت بلند ملی و معماری بنیاد کرده شده با مرکز ناحیه نورآباد شهرک دربند زیبایی دیگر ضم نموده است که نشانه از تطبیق عملی سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی میباشد.